سریال شربت زغال‌اخته مجموعه تلویزیونی درام ترکیه که اولین قسمت اون در 28 اکتبر سال 2022 یا به تاریخ شمسی در 6 آبان ماه سال 1401 به کارگردانی هاکان کیرباویچ و نویسندگی ملیس جیولک پخش شد و همکنون فصل دوم این سریال از شبکه شو تیوی ترکیه در حال پخشه. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ چهره‌های قدیمی بازیگران این سریال محبوب و این اطلاعات رو با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. با ترکمک همراه باشید. سیلا تورکولو بازیگر نقش دعا یعنی سیلا تورکولو متولد 18 آوریل سال 1999 و در شهر بورنوای ترکیه به دنیا اومده. از جمله سریال های این بازیگر سریال سوگند، سریال امانت و سریال ما فقط دوست هستیم هست. سیلا اولین بار با بازی در سریال گریه نکن مادر پا به دنیای بازیگری گذاشت. این بازیگر در حال حاضر 24 سالشه. جرن یالازاولو کاراکوچ بازیگر نقش نورسما یعنی جرن یالازاولو کاراکوچ متولد سال 1984 و در شهر آنکاره ترکیه به دنیا آمده. از جمله سریال های این بازیگر سریال یکی از ما و سریال ماریا و مصطفی هست. این بازیگر اولین بار در سریال منو ببخش بازی کرده. جرن در حال حاضر 39 سالشه. فیضا جیولک بازیگر نقش نیلای یعنی فیضا جیولک متولد 28 آوریل سال 1995 و در استانبول ترکیه به دنیا اومده. از جمله سریال های این بازیگر سریال سمت چپم، سریال اسمش رو فریها گذاشتم، سریال نبرد گلها و سریال یک امید کافیست هست. این بازیگر اولین بار در سریال جادوگر تازه کار بازی کرده. فیضا در حال حاضر 28 سالشه. سرکان تینماس بازیگر نقش اموت یعنی سرکان تینماس متولد سال 1986 و در شهر استانبول ترکیه به دنیا اومده. از جمله سریال های این بازیگر سریال زندگی ادامه داره، سریال روز ملاقات زنان، سریال دشمن خانگی، سریال اسیرتم، سریال منو ببخش و سریال به مدیرم زنگ بزن هست. سرکان برای اولین بار در سریال عشق و انقلاب بازی کرده. این بازیگر در حال حاضر 37 سالشه. سیبل تاشچیولو بازیگر نقش پنبه یعنی سیبل تاشچیولو متولد 28 جولای سال 1976 و در شهر بورسای ترکیه به دنیا اومده. از جمله سریال های این بازیگر سریال سده باشکوه، سریال روزی روزگاری در چوکوراوا، سریال کهربا، سریال به خاطر دخترهایم و سریال جزرومت هست. این بازیگر اولین بار در سریال تاکسی چیچک بازی کرده. سیبل در حال حاضر 47 سالشه. دوکان گونگور بازیگر نقش فاتیح یعنی دوکان گونگور متولد 1 جولای سال 1996 و در شهر آنکاره ترکیه به دنیا اومده. از جمله سریال های این بازیگر سریال ققنوس یا شعله عشق و سریال حاکم هست. اولین کار حرفه‌ای دوکان با بازی در سریال مریم استارت خورد. این بازیگر در حال حاضر 27 سالشه. مجد اوزمان
بازیگر نقش الف یعنی مجد اوزمان متولد 26 سپتامبر سال 1984 و در استانبول ترکیه به دنیا آمده. از جمله سریال های این بازیگر سریال 20 دقیقه، سریال راه زنان بر دنیا حکومت نمی کنند، سریال 100 سال محتشم و سریال عشق اجاره‌ای هست. مجد اولین بار در سریال از هم پاشیده یا گوزل بازی کرده. این بازیگر در حال حاضر 39 سالشه. اوریم آلاسیا بازیگر نقش کیویلجیم یعنی اوریم آلاسیا متولد 2 آگوست سال 1979 و در شهر ایزمیر ترکیه به دنیا آمده. از جمله سریال های این بازیگر سریال دختران آفتاب، سریال 100 سال محتشم، سریال اتاق قرمز، سریال عقرب و سریال خیاط هست. اوریم اولین بار در تئاتر پینار کوچک بازی کرده. این بازیگر در حال حاضر 44 سالشه. باریش کیلیچ بازیگر نقش عمر یعنی باریش کیلیچ متولد 21 فوریه سال 1978 و در شهر ارگوون ترکیه به دنیا آمده. از جمله سریال های این بازیگر سریال اسمش رو فریها گذاشتم، سریال دوستت دارم، سریال دشمن توی آینه، سریال سیب ممنوعه و سریال نبرد گلها هست. باریش برای اولین بار در سریال همه فرزندانم در قاب تلویزیون ظاهر شد. این بازیگر در حال حاضر 45 سالشه. سویدان سویداش بازیگر نقش کایهان یعنی سویدان سویداش متولد 18 ژوئن سال 1974 و در شهر آنکاره ترکیه به دنیا آمده. از جمله سریال های این بازیگر سریال زوج مکمل، سریال نور، سریال دخترم کجاست و سریال سیب ممنوعه هست. سویدان اولین بار در سریال خانم‌های خوشبخت بازی کرده. این بازیگر در حال حاضر 49 سالشه. برای حمایت بیشتر از ما لطفاً عضو کانال بشید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و برامون توی قسمت کامنت ها بنویسید که بازیگر مورد علاقه شما توی این سریال کدوم بازیگره.